سرخط مهمترین خبرها: نگرانی اتحاد اروپا از وضع خبرنگاران زندانی و دعوت به تحقیق نقض حقوق انسان در بدخشان. پلیس دوشنبه برای پیدا کردن یک گمانبر 100,000 سومانی جایزه وعده کرد و تلفن برای مهاجران دردسر شده است. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و آخرین خبرها را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. اتحاد اروپا از وضع حامیان حقوق، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده بار دیگر از دوشنبه خواست نقض حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تحقیق کند. طلب نمایندگان سازمان 16 ایار در جلسه 11 کمیته همکاری بین اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه صدا داده است. در خبرنامه اتحاد اروپا آمده است این سازمان از اهمیت تحقیق همه‌جانبه نقض حقوق انسان به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان یادآور شده از وضع حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران و بلاگران محبوس اظهار نگرانی نمود. به قول منبع، نمایندگان اتحاد اروپا به مقامات تاجیکستان گفتند جامعه آزاد و فعال شهروندی یکجا با رسانه‌های آزادی همگانی برای رشد جامعه دموکراتی مهمند. پاسخ نمایندگان تاجیکستان به درخواست و تنقیدهای اتحاد اروپا معلوم نیست. اظهارات اتحاد اروپا در ضمن خود رویدادی بهار سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان را در نظر دارد که در سرکوب اعتراضی گروه از ساکنان 34 نفر کشته، ده‌ها کس دستگیر و با مدت‌های طولانی زندانی شدند. مقامات تاجیکستان از ماه می سال 2022 تا اول 2023 8 خبرنگار بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. چند حامی حقوق انسان نیز در زندان هستند. با وجود طلب‌های به تکراری سازمان‌های حامی حقوق در قضیه خبرنگاران و حامیان حقوق انسان تغییر دیده نشده است. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان اعلان‌های نشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره پرداخت کمک پولی را رد کرد. چند روز اخیر در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و هم مسنجرها این اعلان دست به دست می‌شود که گویا وزارت مهنت و مهاجرت به نفرانی که میان سال‌های 1994 2024 کار کردند در حجم 2500 سومانی کمک پولی می‌دهد. در پایان اعلان یک تارپیوند یا سیلک هم گذاشته شده است و از کاربران می‌خواهند به این سیلک رفتن نام خود را پیدا کنند. وزارت مهنت و مهاجرت 15 ایار در سامانه‌اش نوشت اعلان مذکور اساس واقعی ندارد. معلوم نیست که این اعلان را کی پخش کرده است، اما بعضی متخصصان ساحه فناوری آن را یک نوع قلابی اینترنتی گفتند. به گفته متخصصان اگر کاربران به آن سیلکه پایان اعلان وارد شوند ممکن است معلومات‌های شخصی آنها از جمله معلومات‌های بانکیشان دزدیده شود. ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگوید برای معلومات درباره یک گمانبر 100,000 سومانی مکافات میدهد. سخن درباره نفر میرود که ماه ینور امسال یک راننده تاکسی را در کوچه یکچیناری دوشنبه با کارد زخمی کرده فرار نمود. مقامات تا حال این گمانبر را پیدا نکردند. پلیس دوشنبه 16 ایار 2 عکس این گمانبر را نشر کرده نوشت به شخصانی که برای معاینه و دستگیر کردن این شخص به مقامات کمک میکنند 100,000 سومانی مکافات میدهند. مقامات گفتند شخصیت نفر خبررسان را مخفی نگاه می‌دارند. در پی این حادثه راننده جوان ضیاءالدین بیکوف زخمی شده، نزدیکانش بارها از وزنین بودن وضع سلامتی او به رسانه‌ها گفته بودند. بعد آغاز جنگ علیه اوکراین، موبیلیزاسیون و سرکوب شدید مخالفان قریب 650,000 کس از روسیه برآمده به این کشور برنگشتند. این آمار را نشریه زبل حساب کرده است. به قول منبع روزنامه‌نگاران آمارهای کشورهای قبول کننده معلومات رسمی و اظهارات منصبداران را تحلیل کرده آمار شخصانی رفته از روسیه را حساب کردند. بیشتر روسیه‌گی‌ها به کشورهای رفتند که روادی طلب کردن نمی‌شود. در میان کشورهای اتحاد اروپا روسیه‌گی‌ها از همه بیشتر به آلمان رفتند که شمارشان 36,000 نفر گفته می‌شود. همچنین 28,000 شهروندان روسیه در ترکیه حق اقامت گرفتند. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد و به گفته کشورهای غربی تلفات زیاد داد. ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه سفربری یا موبیلیزاسیون اعلان شد و صدها نفر از مردان از این کشور فرار کردند. تلفن موبیلی که برای مهاجران یک واسطه اساسی گفتگو با خانواده‌شان هست، حالا به یک منبع خطر و دشمن آنها تبدیل شده است. ده‌ها مهاجر بر رادیوی آزادی نوشتند بعد حادثه کراکرز ماموران امنیتی روسیه تلفن‌های آنها را تفتیش می‌کنند و کوشش می‌کنند که از داخلش مواد یافته آنها را گناهکار نمایند. گزارش همکارم گلبهار مرادی از بخش میگران مدیا رادیوی آزادی در همین باره است. تلفن ما همش پیش بود که جنگ اوکراین تماشا میکنم نکردم. وقتی که دیدم در کانال یوتیوبم دیگه چون به زبان انگلیسی زدن گفتم این ختم زده پس برای یا موجود
این مهاجر که مرزبانان روسیه پس از سنجش تلفنش او را دیپورت کردند میگوید در یوتیوب من فقط کنسرت، پریکول و فیلم های روسی بودند. وی باور دارد که روس‌ها قصداً نوارهای جنگ اوکراین را در تلفنش جای کرده اند. دیدن خود شما انگلیسی نمیتونم نشوندم. دیدم که خودش نشونده گفت که تماشا میکنی. نگاه کردم با انگلیسی نشوندگی. تو جایی که زدم پشت یوتیوب یگان جنگ اوکراین جنگ اوش یگان چیزم بود. صفا روز 8 ایون از دوشنبه به مسکو پرواز کرد. او و 10 مسافر همراهش را در فرودگاه دامادیدوو دستگیر، تلفنش را تفتیش و سپس آنها را دیپورت کردند. امروزها صدها مهاجر تاجیک سرنوشتی مانند به صفا دارند. چندین نفر در صفحه‌های خود در اینستاگرام و یوتیوب مهاجران را آگاه کردند که چنین تفتیش در همه منطقه‌های روسیه جریان دارد. کد تلفنتون رو میپرسن، میکنن ناسترویکا، گالریا، واتساپ، تلگرام، همه یورو میدونن پروگرام میکنن برابر. چندین نفر میگویند تلفن یاری رسان اکنون به دشمن آنها تبدیل یافته سبب دیپورتشون شده است. اومدم گردوندن مایدم دیروز. همین تلفن رو گرفتن خوی کردن، تفتیش کردن. نمیدونم برای چی که ایدل همین تلفن رو گردوندن. مهاجران میگویند اکنون کار به جای رسیده است که داشتن نداشتن و یا کهنه و نو بودن تلفن شما باعث پرسکو و بازداشتی شما میگردد. نفرایی که تلفنی پرستوی دورات بازداشت میشد تا آخری رجیستراسی را یا بازش پاسداد میکنه. در همون رسی که دوران برای چی ناوردی پرسکو بسیار میشد، بارو بند خالی میکند، میبیند اپرات قطعی با سگش هم سر میتید بو میکشد. تلفن برای مهاجران برای علاقه با خانواده هایشان، همکاران و کاردهنده هایشان مهم است. آیا عمل کارمندان نیروهای امنیتی روسیه قانونی است؟ با این صلح به حقوق شناس جمشید یاروف رو آوردیم. در قانون درباره پلیسیا، закон о полиции در فدراسیون روسیه فقط سخن درباره حق تفتیش کردن حجت از طرف کارمندان پلیس آورده شده است. تلفن، پلنشت، کامپیوتر و دیگر اسباب‌ها این حجت حسابیده نمیشوند. اینا حجت نیستند و برای همین با زیر همین قانون داخل کرده نمیشوند. از این رو حق طلب کردن، نشان دادن، کشودن تلفن های مهاجران این غیر قانونی است. حقوق شناس جمشید یاروف میگوید پلیس تنها در 2 حالت میتواند تلفن شما را تفتیش کند. یکم حالت این حالتی است که پرونده جنایتی وجود دارد و این تلفن شما یا که پلنشت شما در همین پرونده به حیث دلیل شرعی هست یا در رفت گفتگو گرفته شده است. حالت دوم این حالت اختیاری است. وقتی که با شما مراجعت میکنند شما میتونید اختیاراً آن رو کشاید و نشان دهید. اگر یگان چیز نداشته باشید در آنجا البته باوری کامل داشته باشید که یگان قانون ویران نمیشود. تلفن موبیلی برای مهاجران تا به نزدیکی ها در همه حالت مهم و یک دستیار بی‌منت بود می شود گفت، اما حالا واسطه افزایش خطر و دشمنی آنها شده است. این همه تفتیش و بازداشت ها پس از حمله به کراکو سیتی در مسکو به اوج خود رسید. بینندگان عزیز، شکل کامل این گزارش را در صفحه اینستاگرام رادیوی آزادی می توانید تماشا کنید. اگر شما هم به این حالت ها دچار شدید لطفاً در زیر برنامه به ما نویسید. شبکه CNN به نقل از چند منبع گزارش داد که یک خبرچین اخیراً به مقامات آمریکا گفته است که ایران در حال طراحی حمله برای کشتن دونالد ترامپ است. این شبکه گزارش داد که در پاسخ به این معلومات خدمات فدرال آمریکا چاره‌های امنیتی را برای حفظ رئیس جمهوری سابق تقویت داده است. اما CNN میگوید تلاش توماس متیو کروکرز که روز 13 ایول کوشش سوءقصد به جان ترامپ را داشت ظاهراً به نقشه ایران ارتباط ندارد. بنا به گزارش‌ها منصبداران سابق در حکومت ترامپ از جمله مشاور او در امور امنیتی ملی جان بالتون و کاتب دولتی مایک پامپئو را نیز از ایران تهدید کردند. قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلابی ایران ماه ژانویه سال 2022 در یک حمله هوایی نیروهای آمریکا با فرمان ترامپ در شهر بغداد کشته شد. مقامات ایران بارها گفتند که برای کشتار پرسر و صدا انتقام سخت میگیرند.
بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بخزاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی را فرا می‌گیرد. یک سال بعد انقلاب بلشویکی سال 1917 روسیه اویله شاه نیکولای دو که سرنوشتش به اختیار حکومت و لنین گذاشته شده بود در یک منزل خصوصی در شهر یکاترینبورگ روسیه جای داد. 2.5 ماه بعد نامعینی های سرنوشت شاه و همسر و فرزندانش کمیته اجرایی شورای کارگر و دهقان ولایت اورال حکم قتل 11 نفر را در تخانه همین حوله اجرا کرد. قتل بیرحمانه و غیر قانونی شاه اویلش در تاریخ 17 ایول سال 1918 که خلاف با همه مقررات قانونی و بشری بود، آغاز بیرحمی‌های مدهش حکومت شوراها دانسته می شود. 17 ایول سال 1973 در پی یک تبدلات خونین محمد ظاهر شاه شاه افغانستان از قدرت برکنار شد. کودتا را گنرال محمد داوود خان رهبری نمود که افغانستان را جمهوری و خود را پرزیدنت اعلان کرد. دوره حکمرانی ظاهر شاه را در تاریخ چون عهد ثبات و رشد افغانستان، حقوق آزاد زنان به فعالیت اجتماعی و تحصیل مینامند. 17 ایول سال 2001 در دوشنبه در نتیجه حمله سلاح به دست ناشناس مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان نائب به مسائل بین المللی کریم یولداشف به قتل رسید. او از دیپلمات‌های خوشنام سیاست خارجی تاجیکستان و بلند مقام‌ترین نماینده حکومت بود که قربانی کشتارهای زنجیره‌ای شخصیت‌های معروف در سال‌های بعد ختم جنگ شهروندی گردید. در اوج بد شدن روابط با ایران مقامات ادعا کردند که کشتارهای شخصانی سرشناسی تاجیکستان را گویا تهران تشکیل کرده است، اما ایران این را رد کرده. مطبوعات مستقل هم اتهام‌ها را زیر سوال برده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 119 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم.